سلام و درود بینندگان عزیز. برنامه اخباری آزادی را من مومین احمدی پیشکش میکنم. امروز 11 ایون است. سرخط خبرها. نشست بین المللی در دوشنبه امامعلی رحمان گفت در 13 سال آینده تاجیکستانی دیگر خواهد شد. تا سال 2037 با کشور سبز تبدیل دادن تاجیکستان نیت دیگری ما میباشد. طالبان و روسیه دو حکومتی که از جانب جامعه جهانی تحریم شدند با هم دست دوستی دراز کردند. افغانستان سالهاست در روی شعار است که افغانستان یک نقطه وصل آسیای شمال و جنوب است. این را به حقیقت بدانیم. از این پس مهاجران تاجیکی که غیر قانونی به امریکا می روند فوراً از این کشور اخراج خواهند شد. امامعلی رحمان در نشست در دوشنبه گفت که تا سال 2037 تاجیکستان را به کشور سبز تبدیل می‌دهند. منظور پرزیدنت تاجیکستان از کشور سبز تأمین کردن تاجیکستان به نیروی برقی از نگاه اکولوژی تازه و باغ و جنگلزار کردن کوه و دشت‌های کشور است. منتقدان میگویند 10 سال پیش نیز پرزیدنت وعده داده بود که مشکل بی‌برقی پرراه حل می شود، ولی هنوز هم مشکلات سخت‌تر از پیشتر باقی مانده است. همکارم مولا رجب یوسفی و براد یوسفی از نشست بین المللی آب در دوشنبه گزارش دارند. تاجیکستان تا سال 2032 تولید نیروی برق را پرره از حساب ذخیره‌های انرژتیکی سبز برای خواهد ماند. در این باره پرزیدنت امامعلی رحمان روز 11 ایون در نشست آب در دوشنبه اظهار نظر کرد. فعلا زیاد از 98% نیروی برق تاجیکستان از حساب ذخیره‌های آبی استحصال می شود. ما تصمیم گرفتیم که این نشان دهنده را تا سال 2032 به 100% رسانیم، یعنی تولید نیروی برق را پرره از حساب ذخیره‌های انرژتیکی سبز براه مانیم. تا سال 2037 با کشور سبز تبدیل دادن تاجیکستان نیت دیگری ما میباشد. در این زمینه در برابر استفاده پوره نیروی تجدید شونده ما برنامه کبودیزارکنی طبیعت کشور را تا سال 2040 قبول نمودیم که طبق آن در این دوره باید زیاده از 2 میلیارد نهال شناخته شود. اما رئیس جمهوری تاجیکستان در پیامش بیشتر به مسئله کمبود آب در جهان تمرکز کرد و درباره نرسیدن آبی آشامیدنی در داخل کشور تقریباً چیزی نگفت. طبق اطلاع رسمی فعلا تنها 40% اهالی تاجیکستان در دهات از دسترسی کامل به آب آشامیدنی برخوردارند. زیاد از 70% اهالی تاجیکستان در دهات به سر میبرند. معیار دسترسی اهالی به آب تازه در شهرهای تاجیکستان زیاد از 80% است. رئیس جمهوری تاجیکستان درباره خطر آبشوی پریخانه صحبت کرد. طی چند سال اخیر از 13,000 پریخ کشور ما که منبع اساسی تشکل یافتن تا 60% ذخیره‌های آبی آسیای مرکزی را تشکیل می‌دهد، 1,000 عدد آن پر آب شده است. حالا که تاجیکستان کشور صنعتی نبوده، حصه آن در حجم عمومی پرتوهای گلخانه‌ای ناچیز است. شرکتداران این همایش از مشکل آب در سیاره، دسترسی نداشتن میلیون ها نفر به آب تازه صحبت کردند. در برآمد اکثر شرکتداران این نکته زیاد صدا داد که تلاش‌های جامعه جهانی باید برای حل مشکل‌ها در این بخش بیشتر گردد. If water belongs to everybody, then we have to make sure that everybody اگر آب برای همه باشد، ما باید معتقد باشیم که در قبول قرار چگونه استفاده بردن آن همه شرکت کنند. چه آب آشامیدنی، چه آب پالیزی، آب برای استفاده بهداشتی و برای دیگر نیازمندی ها. هم باید فهمند که آب را باید عاقلانه تقسیم کرد. باید این گونه نباشد که آدمان آب را تنها برای استفاده خود نگه دارند. منتقدان بر اینند که چنین همایش‌ها بیشتر خصلت تبلیغاتی دارند
تا عملی و هدف اساسیشان بلند بردن اعتبار تاجیکستان در عرصه بین الملل و هم تاکید بر کامیابی و اعتراف جهانی نقش رهبری آن در داخل کشور است. سومین کنفرانس جهانی در موضوع آب که با پیشنهاد تاجیکستان و کمک سازمان ملل برگزار شد تا 13 ایون ادامه می‌کند. در این همایش نمایندگان بیشتر از 100 کشور شرکت دارند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی دوشنبه. سالهای اخیر افغانستان هم تلاش دارد که در استفاده ذخیره آب و تجارت منطقوی سهم خود را توسعه بخشد. صرف نظر از آنکه حکومت طالبان افغانستان را تاکنون یگان دولت دنیا رسما اعتراف نکرده است، اکثر کشورهای آسیای مرکزی و روسیه سعی دارند همکاری‌ها با افغانستان را تحکیم بخشند. هفته گذشته هیئت حکومت طالبان افغانستان در فوروم اقتصادی بین المللی در شهر سنت پترزبورگ روسیه شرکت کردند. روسیه که برای تجاوزش به خاک اوکراین به تحریم بین المللی مواجه می باشد، تلاش دارد طالبان را از رویخط سازمان‌های منع شده در این کشور بیرون کند. همینطور طالبان هم می‌خواهند از پای مناسب استفاده برند. تفصیلات در گزارش شهلای گلخوجه. ماموریت طالبان افغانستان با حکومت‌های قزاقستان و ترکمنستان موافقت کرده است که در غرب این کشور در نزدیکی‌های شهر هرات یک مرکز بزرگ لوجستیکی بنیاد نماید. آخر ماه می سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نوریدین عزیزی در صحبت با خبرگزاری ریترز گفت که هدف از تطبیق این لایحه تشویق صادرات و از جمله صادرات روسیه به جنوب آسیا توسط افغانستان می باشد. کشور روسیه اعلان کرد که ما 50 میلیون تن مواد نفتی را ما هدف میگیریم، روان میکنیم به کشورهای جنوب آسیا و به این برنامه ریزی دارن و زیادتر شاید راههای بدیل هم داشته باشه. ما خواستیم هر سه جانب خواست که روی موضوعاتی که ما بتانیم موقعیت هدفی که افغانستان سال هاست در روی شعار است که افغانستان یک نقطه وصل آسیای شمال و جنوب است، این را به حقیقت بدل کنیم. به قبل عزیزی مذاکرات بنیاد مرکز لوجستیکی میان هیئت‌های قزاقستان، ترکمنستان و افغانستان 6 ماه به این سو ادامه داشت. اکنون در دوام 2 ماه آینده گروه‌های فنی سه کشور برنامه سرمایه‌گذاری و ساختمان مرکز را تهیه خواهند کرد. بنیاد مرکز بخشی از برنامه بزرگتر استفاده موقع استراتژیکی افغانستان بوده است که در میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی قرار دارد. اگر امروز کشور چین 100% به توافق رسیدیم که در ایران هم دلچسپی قاطع دارد که ایران، افغانستان و چین یک راه مستقل باید داشته باشند، یک راه ترانزیتی باید داشته باشند، یک راه استراتژی داشته باشند که هم خط ریل باشه، هم خط ترانسپورت باشه، سرک باید باشه و هم لوله گاز و نفت و چیزایی که دیگر نیازمندی کشور چین است باید از این راه باید عبور کنند. از زمان سر قدرت آمدن طالبان سرمایه‌گذاری خارجی به افغانستان به قدر قابل ملاحظه کاهش یافته است. بر علاوه خشکسالی‌های پی در پی وضع کشاورزی را که مهمترین بخش اقتصادی افغانستان است تباه نمود. حکومت طالبان که تا هنوز از طرف یگان دولت همچون حکومت افغانستان اعتراف نشده است، باور دارد که از حساب موقع جغرافیاش امکان دارد به مرکز ترانزیتی آسیا تبدیل یابد. ادامه برنامه. در امریکا نسبت به مهاجران غیرقانونی که در میان آنها تاجیکان هم هستند و اساساً به واسطه مکزیک به ایالات متحده وارد میشوند چاره نو اندیشیدند. بعضی از رسانه‌های آمریکایی جزئیات آن را یافتند و شرح کوتاهش را از کیومرثی عطا میشنویم. خدمات مرزبانی ایالات کالیفرنیای آمریکا وظیفه‌دار خواهد شد که مهاجران غیر قانونی را از تاجیکستان و ازبکستان، قرقیزستان و چند کشور دیگر بعد بازداشت فوراً اخراج کند. وبسایت نیویورک پست روز 10 ایون با تکیه به سندی که مرزبانان آمریکایی بر روزنامه‌نگاران نشان دادند در این باره گزارش داد. منبع نوشت که مهاجران از گرجستان، مالدو و قرقیزستان، روسیه، ازبکستان و تاجیکستان برای اخراج از آمریکا فوراً فرستاده می شوند. به مهاجران کشورهای دیگر اجازه داده می شود که تا صادر شدن قرار دادگاه در حدود ایالات متحده بمانند. مرزبان‌های آمریکایی بر روزنامه‌نگاران گفتند مهاجران غیرقانونی از قاعده‌های نو هراس ندارند و تعداد آنها هنوز هم بسیار است. به گفته مرزبانانی که با نیویورک پست صحبت کردند، فرمان نو خیلی دیر صادر شد.
پرزیدنت امریکا جو بایدن در اول ماه ایون دادن پناهگاه را به مهاجران غیرقانونی که به واسطه مکزیک به ایالات متحده وارد می شوند سخت‌تر کرد. به گزارش رسانه ها در حال حاضر روزانه صدها مهاجر از مکزیک به امریکا غیرقانونی وارد می شوند. بخشی از آنها از تاجیکستان و ازبکستان هستند. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزی کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی. برنامه را با گزارشی از دوشنبه ادامه میدیم. در تاجیکستان شاید شما زود شاهد میشوید که کودکان همدیگر را یا بزرگسالان آنها را طعنه و تحقیر میکنند. این را در زبان انگلیسی بولینگ میگویند که خلاف قانون است و به آینده کودک تأثیری بد میرساند. مقامات تاجیک در چند ماه اخیر از حادثه‌های زن و زنی مکتب بچگان و کارزنی آنها خبر دادند. با گفته مقامات همه این جنجال‌ها از بولینگ آغاز می‌شود. در گزارش همکارم برای دوستفید در این باره بیشتر گفته شده است. زورگویی، تحقیر، پس‌زنی و تهدید. مجموع اینها بولینگ یا آزاردهی نام دارند و از 52 تا 60% جوانان و نورسان با چنین برخورد روبرو می‌شوند. گاه این حالت آنها را به خودکشی هم می‌رساند. اصلا ترجمه بولینگ به تاجیکی بوقاگری است و در فارسی آن را قلدری یا مشتزوری مینامند. درباره همین پدیده در تاجیکستان بار اول راهنمای تهیه و پذیرفته شد که باید از آن در مکتب‌ها پیشگیری شود. توسط سند مذکور آموزگاران آگاه می‌شوند که آزاردهی چیست، کیبر آزاردهی چیست و چخیل با این ظهورات مبارزه بردن ضرور است. روانشناسان میگویند تاثیر آزاردهی یا بولینگ ممکن است که تمام عمر در وجود انسان ماند. طور تاجیکان میگویند زخم تبر می رود، زخم سخن نه. آن در نتیجه همیشه به انسان تاثیر می رساند. در آزاردهی که در مکتب ها رخ می دهد شاهد نیست. همه جبر دیدند. حتی نفرانی که خاموشانه نظارت می کنند. آنها نیز در این حالت جبر دیده هستند. به آن خاطر که در این حالت نمی دانند چی کار کنند. از کدام طرف جانبداری کنند. و این تشبس خیلی خوب است. روانشناسان می‌افزایند که مشکل اصلی عملی کردن طلبات این دستور است، زیرا در مکتب‌ها روانشناسان کسبی نمی‌رسند. معاش آنها ناچیز ولی کارشان وزنین است. مسئول دفتر آزادی‌های شهروندی و یکی از تهیه‌گران این دستور میگوید حالا اسپانسور می‌جویند که آن چاپ و پهن کرده شود. حاضر وقتی که ما با کودکان صحبت میکنیم میپرسیم آنها ابراز عقیده دارند که در مکتب نه همه وقت خود را در بی‌خطری حفظ میکنند، چون که هم از طرف معلمان، هم از طرف کلانسولتران صنف‌های بالای، هم از طرف نمایندگان وزارت کارهای داخلی که ناظر هستند و به مکتب ها تشریف میآورند، ریت ها میگذرانند، آنها با یک فشار تهدیدها دچار میشوند. مثلا سومکه‌هاشون رو، جزدان‌هایشون رو میکوبند و موادهای شخصی، مالکیت شخصی آنها رو میگیرند، یا اینکه شکایت‌ها عاید به بلند بودن موی یا لباس و لباس، استفاده یگان مثلا حتی وقتی که از ناوشنیک از سومکه‌ها، جزدان‌های طالب علمان می‌یابند، یگان چاره‌های جوابگیری یا اینکه فشار نسبت طلبه‌ها تطبیق میکنند. سمدووا گفت این دستور حضور نمایندگان مقامات قدرتی در درس‌ها را همچون بولینگ فرا نمیگیرد، زیرا قانونگذاری تاجیکستان برای پیشگیری از جنایت اجازه داده است که با مکتبخانه‌ها کار کنند. دستور ضد بوقاگری در حال از سوی وزارت معارف و علم دفتر آزادی‌های شهروندی با پشتیبانی آژانسی رشد بین‌المللی ایالات متحده آماده شده است که سالهای اخیر موردهای خشونت و کارزنی در مکتب‌ها و آزاردهی آنلاینی در اینترنت به اوج خود رسیده است. و اخباری آزادی اینجا به پایان رسید. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبر و گزارش‌های بیشتر در وبسایت azadi.org و صفحه‌های ما در فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب و تلگرام. تا دیدار در برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار شما.